از همه اون گروه های افراطی تندرو روز 17 اکتبر در مسجد مرکزی شهر دوشنبه رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده گفته‌های رسمی حمله به عراق که گویا از روی الباشی صورت گرفته است رد کرده اظهار نمود که جوانی که به او حمله کرد از جمله پیروان گروه‌های اکستریمیستی میباشد. مفتی اطمینان دارد که سوءقصد به جان او از خارج تشکیل شده است. گروه یک مجموعه جوانای کم سوادی کجفهم گویا که خدمت اسلام کردند. همین گروه های تندرو اصلشون رو ببینید مسلمان نیستند. اینا رو با واسطه اینترنت شبکه های اجتماعی دعوت میکنند. از پیش دیدگی نیستن همون آدمایی که اینا رو دعوت کردند و راهنمایی کردند و سفارش دادند اینا انجام دادند یا که مبلغ های معینی وعده کردند از پیش دیدگی نیستن اصلا. پس اون اینترنت چی هست نمیدونم. اظهار داشت او. علاوه بر این در نوار 30 دقیقه‌ای که مرکز اسلامی تاجیکستان در شبکه یوتیوب نشر کرده است در پیشانی مفتی زخمی کلان دیده می شود. به خاطر چی؟ به خاطر پراکنده کردن جمعیت مسلمان. مقصد اینو همین است. همین طریق عبدالقادرزاده کاملا گفته‌های پیشتر رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را درباره الباشی که گویا با فعالیت کسبی مفتی ارتباط نداشت رد کرد. یادآور می‌شویم که حمله روز 11 سپتامبر در حوالی مسجد مرکزی شهر دوشنبه بعد از ادای نماز جماعی رخ داده بود. اشهد ان لا اله الا الله. عیان است که مفتی عبدالقادرزاده بنابر خدمتگزاری صادقانه به رژیم رحمان و سفید کردن هر یک عملهای او از جمله منع ارزش‌های اساسی اسلامی آبروی منفی پیدا کرده است. و روزهشون رو میخورن و در مدتی مناسبی خوب یعنی روزهشون رو برای یک روز خوردگیشون یک روز قضا میدارن. اما مقامات نمیخواهند به ظهورات نفرت نسبت به او توجه کنند. بنابراین احتمالاً قرار نمودند که حادثه سوءقصد به جان مفتی پنهان کرده شود. دینی مبین اسلام کدام نمودی دوخت رنگ یا نمود یا مود معین کردگی نیست برای صدر. قابل ذکر است که شورای علمای تاجیکستان در سامانه یوتیوب شبکه گشوده است که در آن مفتی هفته یک مرتبه به سوالهای مربوط به موضوعهای دینی به ساکنان کشور پاسخ می‌دهد. اولین پخش با اشتراک عبدالقادرزاده روز 10 اکتبر برگزار شد. اما جالب دقت در آن است که در وقت پخش مستقیم سید مکرم تنها به سوالهای جواب میداد که توسط زنگ‌های تلفنی به او رسانیده می‌شدند. آن هم با طرزی برای پخش‌های مستقیم غیر عادی. مشکل در آن است که سوالها را تنها خودی مفتی میشنوید، یعنی به آدمان امکان سخن کردن در پخش داده نمیشد، چنانکه عادتا در برنامه‌های چنین فرمت صورت میگیرد. علاوه بر این استفاده برندگان امکان گذاشتن شرح‌ها و فکر و ملاحظه‌های خود را درباره پخش نداشتند، زیرا تگمه شرح در نوار از جانب مدیران شبکه خاموش کرده شده بودند. عیان است که مدیران شبکه خوب میفهمند که اگر در زیر نوار تگمه شرح برای کاربران دسترس باشد پیام‌های خشمگین و دشنام به سوی مفتی مثل باران می‌ریزند. پیشنهاد شدن پیشوای ملت در 500 یعنی نفرهای با نفوذ و مؤثر و مفید برای عالم اسلام و انسانیت و بشریت، یعنی پیشنهاد شدنشون و 2 بار در این روی خطی خیلی با نفوذ یعنی ثبت نام شدنشون هم دلالت به یعنی خیرخواهی و خدمت‌های شایسته این پیشوای ملت دلالت می‌کند.